مرد هر شب قبل از خواب یک نامه را از کشو بیرون می آورد. نامه کهنه بود، لبه هایش زرد شده بود، اما هنوز بازش نکرده بود. همسرش سالها پیش از دنیا رفته بود. این نامه را همان شب آخر برایش نوشته بود و گفته بود صبح بخوان. اما صبحی در کار نبود. سالها گذشت. هر شب نامه را نگاه می کرد و با خودش می گفت نه، هنوز وقتش نیست. یک شب دلش گرفت. برای اولین بار نامه را باز کرد. فقط یک جمله نوشته شده بود: وقتی این نامه را می‌خوانی یعنی هنوز زنده‌ای. پس زندگی کن، نه اینکه فقط نفس بکشی. دست‌های مرد لرزید، اشک روی کاغذ چکید. صبح فردا برای اولین بار بعد از سالها پنجره را باز کرد و بیرون را تماشا کرد. بعضی پیام‌ها دیر می‌رسند، اما هنوز می‌توانند زندگی را نجات دهند.